ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یا اوباب روز 19 ایول سال 2023 در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که ضمن پیشبرد کارهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان اوباب معین کرده شد که شهروند فردوس قیام‌الدینویچ سال تولدش 2004 با همراهی حسنوف نوروز حسنبایویچ سال تولدش 1998 ساکنان شهر دوشنبه با مقصد به دست آوردن مال و ملک غیر با راه فریب و سوء استفاده باوری به اعتماد شهروندان جمهوری تاجیکستان در آمده با وعده فرستادن آنها به زیارت حج فرضی در سال 2023 از جبر دیدگان مبلغ‌های گوناگون را تصرف نمودند. وابسته به این حالت قلابی پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. از خبر برمی‌آید که فردوسوف دستگیر شده است ولی نوروز حسنوف فرار کرده است. بنابراین از شهروندانی که از کردارهای جنایتی این نفران جبر دیدند یا درباره جای بود و باش حسنوف نوروز حسنبایویچ یگان معلومات دارند خواهش شده است که طریق تلفن‌های 992 901 500051 992 93 992 7616 و یا 221 0149 برای ریاست مبارزه به ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری مراجعت نمایند. تفصیلات دیگر پرونده نشر نشده است. خود فردوس و حسنوف و یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج فرضی میروند، ولی از بس که شماره خواهشمندان سفر خیلی زیاد است و کوت جدا کرده عربستان سعودی و نرخ سفر نیز بلند تقریبا $5400 است، این بازار قلوبان را گرم کرده است و آنها با وعده به حج فرستادن شهروندان را فریب داده مبلغ‌های بزرگ آنها را تصرف می‌کنند. وقت‌های اخیر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره آشکار شدن چندین مورد قلابی با وعده سفر حج خبر داد. از جمله روز 15 ایول مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که مرد 30 ساله ساکن نویه فرخار اولای ماه ینور سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 27 ساله ساکن نویه بلخی در آمده از او 109934 سامانی گرفته وعده داده است که پدر و مادر او را به حج فرضی به عربستان سعودی روان می‌کند، اما تا حال او را فریب داده گشته است. روز 3 ایون مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که مرد 27 ساله ساکن شهر استرافشان 12 ایول سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 45 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او با وعده سفر نمودن به حج فرضی مبلغ 133000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوی بین اودیساو با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده های جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.